برای ایمن نگه داشتن صفحات گسترده، قرار دادن پسورد روی فایل اکسل میتونه یه کار خیلی مفید و کارآمدی باشه. در واقع صندوق‌های ایمیل، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و حتی خود دستگاه‌های ما و تقریباً هر موردی که از اهمیت بالایی برخوردار هست، در دنیای امروزه با نوعی پسورد محافظت میشه. گذشته از اینها، اگر یک حسابدار باشید و صفحه گسترده شما در دسترس افراد دیگری قرار بگیره، نتایج این اتفاق میتونه فاجعه بار باشه. به همین دلیله که ارزش داره یک مقداری وقت بگذارید و با ساختن پسورد به خودتون آرامش بدید. توی این ویدیو به صورت گام به گام میخوایم نحوه قرار دادن پسورد روی فایل اکسل رو به شما عزیزان آموزش بدیم. پس اگر این ویدیو رو در یکی از شبکه‌های اجتماعی ما میبینید، حتما قسمت توضیحات رو برای اطلاعات و لینک های بیشتر در این خصوص مشاهده کنید. همچنین صفحه و کانال ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف سابسکرایب و فالو کنید تا به ویدیوهای دیگه‌ای که در رابطه با این موضوعات منتشر می‌کنیم هم دسترسی داشته باشید. اما ببینیم که نحوه قرار دادن پسورد روی فایل اکسل به چه صورتی هستش. ملاحظه می‌کنید که من در اینجا یه دونه فایل خالی رو دارم. مهم نیست اگر فایل من خالی باشه یا اطلاعات خاصی در داخل اون باشه، فرقی نمی‌کنه. مهم اینه که من بتونم یک پسورد بر روی اون قرار بدم. حالا اگر شما بخواین دسترسی به کل سند رو توی نرم افزار اکسل محدود کنید یا به سادگی از ایجاد تغییرات توی فایلتون توسط افراد خاصی جلوگیری بکنید، تنظیم کردن پسورد خیلی زمان زیادی از شما نمیگیره. همونطور که میدونید، اکسل رمزگذاری صفحه گسترده خودش رو با قفل کردن اون توسط یک رمز عبور آسون تر میکنه. حالا ما در اینجا میریم به قسمت مربوط به تنظیماتی که باید انجام بدیم. پس همونطور که قبلا هم اشاره کردم، مهم نیست که ما اطلاعاتی رو در داخل شیتمون نداریم و یا میتونه اطلاعاتی در داخل اون وجود داشته باشه. به هر حال وارد زبانه فایل میشیم. در اینجا میریم به سراغ بخش مربوط به اینفو یا همون اینفورمیشن و اطلاعاتی که در رابطه با فایل و پروژه ما وجود داره. در مرحله بعدی ما یک گزینه‌ای در اینجا داریم تحت عنوان Protect Workbook برای محافظت کتاب کاری و سند اکسلمون. اگر روی اون کلیک بکنیم، به این ترتیب در اینجا مشاهده میکنید که این فهرست کشویی در اختیار ما قرار میگیره. چند تا گزینه در اینجا وجود داره که اجازه بدید یه نگاهی روی اینها داشته باشیم و بعد بریم به سراغ کار عملی خودمون. در اینجا گزینه اول Always Open Read Only در واقع امکان این رو به ما میده که فایل ما همیشه در حالت Read Only یا فقط خواندنی باشه. یعنی به صورت تصادفی اگر قرار شد تغییراتی در داخل اون ایجاد بشه، این تغییرات با اطلاع ما باشه و حالت فقط خواندنی باشه و خیلی راحت افراد نتونن تغییرات رو در داخل اسناد اکسل ایجاد بکنن. گزینه دیگری داریم تحت عنوان Encrypt with Password که در واقع این به ما کمک میکنه که برای باز کردن اسنادمون بتونیم یک کلمه عبور رو وارد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم با استفاده از این گزینه یه دونه کلمه عبور رو برای سند خودمون تعریف بکنیم. ببینید اینجا داره میگه برای ورک بوک، یعنی کل پروژمون. ممکنه پروژه اکسل ما شامل 10 تا کاربرگ باشه یا 100 تا کاربرگ باشه. به هر حال ما میتونیم برای کل پروژه اکسل و فایل اکسل خودمون یا همون ورک بوکمون بیایم و یک پسوردی رو ست بکنیم. در کنار اینها گزینه Protect Current Sheet رو داریم که در واقع برای محافظت شیت یا کاربرگ فعلی هستش. این به ما کمک میکنه که بتونیم شیت ها رو محافظت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اومدم به عنوان یک حسابدار در داخل اکسل شیت های مختلفی رو ایجاد کردم برای ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و الی آخر. حالا میتونم بیام اینجا بگم که کدوم یک از این شیت ها یک پسورد رو داشته باشه و محافظت بشه. مثلا میخوایم برای شیت اردیبهشت ماه یک پسورد بگذاریم و از اون محافظت بکنیم تا کسی به اطلاعات اون دسترسی پیدا نکنه. پس این گزینه Protect Current Sheet میتونه برای ما در اینجا کاربردی باشه. گزینه بعدی ما Protect Workbook Structure هست. همونطور که از نامش هم مشخصه، ما میتونیم بر روی ساختار
ورکبوک خودمون محافظت رو به وجود بیاریم و این به ما کمک میکنه که جلوگیری کنیم از تغییرات ناخواسته ای که ممکنه در داخل یک ورکبوک ایجاد بشه. چه تغییری؟ مثل اضافه کردن یک شیت. مثلا من 10 تا شیت در داخل پروژه و ورکبوک خودم دارم، حالا مثلا یک فردی یا خودم حواسم نیست میام و مثلا یه دونه شیت رو اضافه میکنم. وقتی که ما از گزینه Protect Workbook Structure استفاده میکنیم یعنی ساختار ورکبوک و کل پروژه‌مون رو داریم محافظت میکنیم و این به ما کمک میکنه که نتونیم مثلا یک شیت رو به داخل اون اضافه بکنیم. اما گزینه‌های دیگری هم در اینجا وجود داره. مثلا گزینه Restrict Access برای منع دسترسی استفاده میشه به محتوا و همچنین مثلا ویرایش و کپی کردن و چاپ کردن اسنادمون. میتونیم از گزینه Add Digital Signature استفاده بکنیم برای اضافه کردن یک امضای دیجیتال و همچنین میتونیم از گزینه Mark as Final استفاده بکنیم. با فعال کردن این گزینه ما میتونیم تعیین بکنیم که اون شخصی که داره سند ما رو میخونه متوجه بشه که این سند نهایی هستش، فاینال شده، نهایی هستش و تغییرات مورد نظر حالا به هر شکلی در داخل اون ایجاد شده. خب حالا از همه اینها که ما بگذریم میریم به سراغ گزینه Encrypt with Password که در اینجا وجود داره. این رو انتخابش میکنم. در کادری که باز میشه به ما میگه یک پسورد یا کلمه عبور رو در اینجا تنظیم کنید. هر چیزی که خواستیم رو در اینجا میتونیم وارد بکنیم. روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. Re-enter password. مجدداً باید همون کلمه عبور رو به صورت عینی وارد بکنیم. دقت داشته باشید بهتره که برای ایجاد امنیت بیشتر شما ترکیبی از اعداد و حروف رو به شکل‌های مختلف با یکدیگر داشته باشید برای اینکه بتونید یک کلمه عبور مناسبی رو بسازید که به راحتی قابل حدس زدن نباشه. روی دکمه اوکی کلیک می‌کنیم. به این ترتیب اینجا هایلایت زرد میشه و به ما میگه که a password is required to open this workbook. برای باز کردن این ورکبوک شما از این به بعد نیاز به یک پسورد دارید. خب من برمیگردم به داخل ورکبوکم. باید پروژه خودمون رو سیو بکنیم برای اینکه در واقع بتونیم مجددا از اون استفاده بکنیم و پسورد ما فعال بشه. من در همینجا این رو سیوش میکنم و بعد اون رو میبندمش همونطور که ملاحظه میکنید. حالا اگر که بخوام بیام مجددا بازش بکنم ملاحظه میکنید که پسورد یا همون کلمه عبور رو از من میخواد. حالا اگر به عنوان مثال من در اینجا کلمه عبور رو اشتباه وارد بکنم، روی دکمه اوکی کلیک بکنم، به من پیغام خطا میده مبنی بر اینکه پسورد فعلی ما صحیح نیست و حتی یادآوری میکنه که ممکنه کلید کپس لاک بر روی کیبورد شما روشن باشه. در واقع کلید کپس لاک کلیدی هست که به ما کمک میکنه حروف رو در انگلیسی به صورت بزرگ بنویسیم. اوکی میکنم و بعد مجددا تلاش میکنم تا سندم رو باز بکنم. این بار میام و پسورد صحیح رو وارد میکنم. روی دکمه اوکی کلیک میکنم و به این ترتیب میتونیم به محتوای سند خودمون دسترسی داشته باشیم. اما در ادامه کارمون یک موضوع دیگری هست در رابطه با حالت read only یا فقط خواندنی. من برمیگردم به داخل همون قسمت اینفو و در اینجا ملاحظه میکنید که ما گزینه always open read only رو داریم. در واقع این به ما کمک میکنه که ما بتونیم پروژه خودمون و سند اکسل خودمون رو به صورت read only یا فقط خواندنی در اختیار افراد بگذاریم. گفتیم که امکان ادیت کردن و ویرایش کردن در اون حالت وجود نداره. حالا یک حالت دیگری رو هم ما میتونیم داشته باشیم. علاوه بر این که از این گزینه میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم بیایم مثلا در زمان سیو یا سیو از کردن سند خودمون توی اون مقطعی که میخوایم بیایم و تغییرات رو ذخیره سازی بکنیم، حالا در هر جایی که میخواد باشه فرقی نمیکنه. بریم به سراغ این قسمت تولز که در اینجا وجود داره و بعد روی گزینه General Options کلیک بکنیم، یعنی آپشن های عمومی یا همون اختیارات عمومی. در ادامه کار در اینجا ملاحظه میکنید که توی کادر مربوطه یک گزینه داریم تحت عنوان Always Create Backup. اگر ما این رو تیک بزنیم یعنی همیشه یک نسخه پشتیبان از اطلاعات ما رو ایجاد بکنه. اما تو بحث فایل شیرینگ یا در واقع به اشتراک گذاری اسنادمون، خب ما پسورد رو قبلا در اینجا تعریف کردیم
میتونیم پسورد رو اصلاح بکنیم، کاری با اینها نداریم. توی مرحله بعدی و برای اینکه بتونیم اون رو در حالت read only یا فقط خواندنی داشته باشیم، میتونیم اینجا گزینه read only recommended رو تیک بزنیم، یعنی فقط حالت خواندنی رو سند ما داشته باشه و به این ترتیب ما بتونیم که از اون در حالت فقط خواندنی استفاده بکنیم. اوکی میکنیم در اینجا به این ترتیبی که ملاحظه میکنید و دکمه سیو رو میزنیم. اینجا به ما میگه که ریپلیس بشه روی فایل قبلی و به این ترتیب حالا ما میتونیم که ازش استفاده بکنیم. اگر من بیام اینجا پروژه خودم رو ببندم و مجددا بخوام که اون رو بازش بکنم، ملاحظه میکنید که باز هم کلمه عبور رو از من میخواد. حالا توی مرحله بعدی پیغامی ظاهر میشه مبنی بر اینکه سند شما در حالت read only هستش و شما نیاز دارید که تغییراتی رو در اون ایجاد بکنید. اگر که نیاز باشه باید اون رو از حالت read only خارج بکنید برای اینکه تغییرات رو به وجود بیارید. اما در ادامه میپرسه که open as read only، آیا اون رو در حالت read only باز بکنم؟ خب اگر yes رو کلیک بکنیم فقط میتونیم محتوا رو ببینیم، امکان تغییر نداریم. اما اگر no رو کلیک بکنیم در حالت read only باز نخواهد شد. من yes رو کلیک میکنم و به این ترتیب سند من مجددا باز میشه و در اختیار من قرار میگیره. اما در مرحله بعدی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم ما میتونیم توی همین بخش برای قسمت پروتکت یا محافظت، اینجا گزینه always open read only هم غیر فعال شد چون دیگه سند ما در اینجا حالت read only رو داره و دقیقاً آیکونش هم در اینجا درج شده. پس هر حالتی رو که ما برای محافظت از سندمون ایجاد بکنیم در اینجا توضیح میده و در واقع جزئیاتش رو هم بنویسه. ما یه گزینه protect current sheet در اینجا داریم که با استفاده از این گزینه گفتیم که امکان محافظت از شیت جاری و کاربرگ جاری برای ما وجود داره. حالا اگر برگردیم به داخل فضای کاریمون توی زبانه ریویو، ما اینجا توی قسمت پروتکت میتونیم همون گزینه ها رو به نوعی دیگر ببینیم. پروتکت شیت در اینجا هستش، میتونیم این رو بزنیم و وارد این کادر بشیم. در واقع میتونیم تعیین بکنیم که از کدام قسمت ها و از کدام بخش ها برای ما محافظت بشه. در واقع اگر سند شما بیشتر از یک کاربرگ رو داره ممکنه که بخواید امتیازات ویرایش رو نه به تمام صفحات بلکه به یک یا چند برگه محدود بکنید. بنابراین در اینجا میتونید مشخص بکنید که به چه صورتی باشه. اینجا تو بخش اول میگه پسورد تو unprotect sheet، پسوردتون برای اینکه این حالت محافظت خارج بشه رو وارد کنید. همون پسورد خودم رو وارد میکنم در اینجا. بعد در ادامه کار داره میگه که شما توی این فهرست میتونید این گزینه ها رو انتخاب بکنید. Allow all users of this worksheet to، اجازه دادن به تمام کاربران در داخل این ورکشیت یا کاربرگ فعلی برای چه چیزی؟ برای insert rows برای درج ردیف، برای insert columns برای درج ستون، برای format rows برای قالب بندی سطرها، برای format cells برای قالب بندی سلول ها، برای انتخاب کردن و موارد دیگری که در اینجا وجود داره و میتونیم ازشون استفاده بکنیم. مثلا اینجا میتونیم چند تا گزینه رو تیک بزنیم و اوکی بکنیم. دوباره پسوردمون رو وارد بکنیم که مطمئن بشه ما این مجوز رو بهش دادیم و به این ترتیب در اینجا این اتفاق میفته. به همین ترتیب ما میتونیم بر روی ورکبوک و بخش های دیگر هم بحث امنیت رو داشته باشیم و تغییرات مورد نیاز خودمون رو به وجود بیاریم. البته یه نکته که در اینجا وجود داره اینه که شما نگاه کنید تو همین قسمت بالا هم عبارت read only برای ما نوشته شده، یعنی داره میگه که این سند ما فقط خواندنی هستش و ما نمیتونیم که اون رو ویرایش کنیم. به محض اینکه من در اینجا بخوام چیزی رو بنویسم داره میگه که اون سلول یا نمودار مورد نظر یا آیتم مورد نظر شما در حالت پروتکت یا محافظت هستش. برای ایجاد تغییرات باید اون رو از حالت محافظت یا پروتکت خارج کنید، unprotectش بکنید اصطلاحاً. و در اینجا ما میتونیم unprotect sheet رو بزنیم، پسوردمون رو در این قسمت وارد بکنیم و بعد مثلا بگیم که عدد مورد نظر نوشته بشه. پس میبینید که خیلی راحت این کار برای ما امکان پذیره و